اصلی بپردازیم. ما کلا 3 نوع حکومت داریم: حکومت مونارکی یا پادشاهی، حکومت آریستوکراسی یا حکومت نخبگان، حکومت اشراف هم بهش میگن، و حکومت مردم بهش میگن دموکراسی. هر کدوم از اینا میتونن ضدیت خودشون بسازن. مثلا مونارکی یا پادشاهی میتونه تبدیل بشه به یک حکومت دیکتاتوری، یا آریستوکراسی، حکومت نخبگان، میتونه تبدیل بشه به حکومت گروهی، اولیگارشی، حکومت یک گروه بر مردم، یا اینکه دموکراسی میتونه به آنارشی تبدیل بشه، به ضدیت با رهبری، ضدیت با قانون. اما این چه ربطی به مسئله داره؟ حرف اینه که آدمایی زندگی کردن، طی سالهای متمادی فکر کردن، اندیشه کردن، تحقیق کردن و بعد به این نتیجه رسیدن که بهترین نوع حکومت میتونه آخرین دستاورد تفکری بشریت باشه برای خود بشریت. بنابراین به نظر میاد دموکراسی که تازه ترین نوع حکومتداریه بعد از حکومت نخبگان و بعد از حکومت مونارکی پادشاهی، دموکراسی خب بهترین نوع حکومت. اما چرا با مونارکی یا پادشاهی منافات داره؟ ببینید، اساساً دموکراسی یک مفهومه، یک شیوه تفکر در حکومت داریه و بعد ساختارهایی بر اساس این شیوه تفکر بنا میشه. اول بریم سراغ خود تعریف دموکراسی. دموکراسی یعنی برابری، یعنی برابری حقوق، یعنی آزادی، یعنی آزادی بیان، یعنی همه آنچه که باعث میشه دو نفر با هم برابر بشن و بر اساس طرز تفکر و شیوه زندگیشون مملکت براشون اداره بشه. انتخابات آزادی وجود داشته باشه که مردم برن به کسایی که میخوان رأی بدن. حالا دموکراسی انواع مختلف داره، ولی یک چارچوبی داره، یک چهارپایه است. پایه‌هایی داره که به اون پایه‌ها باید باشن تا ستون دموکراسی شکل بگیره و بعد بر سر اون سقفی چیزی زده بشه و کشور رو در سایه خودش بگیره و ما بتونیم بگیم در یک کشور دموکرات زندگی میکنیم. این ویژگی‌هایی که عرض کردم همون چیزاییه که دموکراسی باید به عنوان رکن اساسی پایه‌اش داشته باشه. یعنی باید حق انتخاب آزاد داشته باشه، باید آزادی بیان داشته باشه شهروند در یک کشوری، برای اینکه بگیم اون کشور دموکراسی وجود داره داره. چرا با پادشاهی، سیستم پادشاهی منافات داره؟ به خاطر اینکه شرط اول رو نداره. همه شهروندان با هم در دموکراسی برابرند، اما در پادشاهی یک نفر هست که الان به محض اینکه سیستم تبدیل به پادشاهی بشه برابرتره و بعد اون خب رفیق داره، فامیل داره، خاندان داره، حقوق سلطنتی داره. بنابراین اولین رکن دموکراسی اینه که افراد در تصمیم گیری برای زندگی خودشون حق انتخاب داشته باشن. اونا تصمیم بگیرن چه جوری زندگی بکنن، اونا تصمیمات بزرگ زندگیشون رو خودشون بگیرن، نه اینکه یک نفر براشون بگیره. خوشبختانه به خاطر اینکه دموکراسی تازه ترین نوع حکومتداریه، ما از دو مدل قبلی خیلی نمونه داریم، چه حکومت مونارکی یا پادشاهی باشه و چه حکومت نخبگان، اشراف. اون چیزی که الان در ایران اتفاق میفته دوستان جمهوری نیست، اون چیز یک حکومت دیکتاتوری اشرافیه، یک حکومت مونارکی آریستوکراسیه، مخلوطی از دو حکومته و هیچ سنخیتی با دموکراسی نداره. اون تکه‌ای که از دموکراسی مثل صندوق رأی رو در خودش جای داده، اون تکه نمایشه، فیلمه، شعاره. کلا همه چیز این حکومت شعاره. عاقبت حکومت مونارکی یا آریستوکراسی مشخصه به کجا ختم میشه دیگه. در تجربه قبلی زیستی ما ایرانی‌ها 45 سال بهترین نوع حکومت پادشاهی رو داشتیم. من حتی میگم این خیلی بهتر از زمان کوروش بوده. بهترین نوع حکومت پادشاهی رو 40 اندی سال داشتیم. غیر از ساختمون و جاده چی تحویل گرفتیم؟ چه نوع اندیشه‌ای، چه دیدگاهی، چه انسانیتی. اینقدر نقطه ضعف وجود داره در اون شیوه حکومت قبلی. آزادی سیاسی، آزادی اندیشه، آزادی بیان وجود نداشته، ساواک وجود داشته. وقتی آزادی بیان وجود نداشته، پایه دوم دموکراسی هم نداشته. تا اینجا نه برابری رو داشته به عنوان رکن اول دموکراسی و نه رکن دوم دموکراسی که آزادی اندیشه است. یعنی تو تجربه زیستی خودمون ما حکومتی رو داشتیم که مونارکی بوده، ادعای دموکراسی داشته، ولی به خاطر اینکه ارکان دموکراسی رو نداشته به دیکتاتوری صفر تبدیل شده. که خود اون سیستم هم یه آدم متوهم تحویل جامعه داده دیگه. آدم ترسوی متوهم. خود محمد رضا پهلوی هم قربانی اون نوع سیاست و حکومتداری شد. اون سفتی پدرش رو نداشت، در خودش میدونست که تصمیمات اشتباهی که داره میگیره و اینقدر اتفاقات بد داره مملکت تجربه میکنه، خب اینا مسئولیتش با کیه؟ با کسیه که تمام تصمیمات مملکت رو میگرفته. بنابراین مونارکی یا پادشاهی دومین رکن اساسی
دموکراسی رو نداره. بله توش میتونه آزادی اجتماعی وجود داشته باشه، آزادی اقتصادی وجود داشته باشه، میتونه از نظر اقتصادی یک نوعی از حکومتداری و یک شیوهی از حکومتداری اقتصادی رو پیاده بکنه که نزدیک باشه به آن چیزی که شاید مردم میخوان. یعنی یک بخش از حکومتداری رو میتونه آنجور که مردم میخوان انجام بده. البته که در حکومت قبلی تو این بخش یعنی مسئله اقتصادی هم به خاطر تصمیمات فردی اشتباه مکرر پایمال شد حقوق ایران. چرا؟ به خاطر اینکه یک آدم فکر میکرد عقل کله، خودش به تنهایی میتونه تمام تصمیمات رو بگیره. من به سادگی به شما میگم ببین شما وقتی که $10 هر کدومتون دارین با هم تعویض میکنید، باز هنوز هر نفر $10 داره. ولی وقتی که دو تا مغز، دو تا ایده رو با هم تعویض میکنید، با هم به اشتراک میذارید، حالا هر نفر دو تا مغز، دو تا ایده داره. و این از پایه‌های دموکراسیه که در حکومت محمد رضا پهلوی وجود نداشته. مردم رو به حساب نیاورده. یه حزب، فقط حزب رستاخیز. البته اینم نوعی از دیگه ای از حکومتداریه. به هر حال همه چیز مطلق نیست. حکومتداری نوع مثلا مونارکی هم میتونه برای اینکه نمایشی اجرا بکنه از اینکه دموکراسی داره، تکه‌هایی از دموکراسی رو برداره. مثل کاری که بلا اتفاقی میکنه. اینا از دست هم دیگه نگاه میکنن، کارهای خوبشون رو تقلید میکنن دیگه. ساواک دیده اطلاعات سپاه درست میکنه. رکن سوم دموکراسی اینه که آزادی اندیشه وجود داشته باشه. یعنی اندیشه در رسانه محدود نشه. آزادی رسانه وجود داشته باشه که انتشار اون اندیشه ها باشه، که مردم در جو اندیشه های مختلف قرار بگیرن. وگرنه که دوباره یه جامعه بسته باشه، خب تربیت نمیشیم دیگه. بالا بری پایین بیای. چیزی که خمینی رو در ماه دید نتیجه کار محمد رضا پهلوی بود. همون جوری که ساختن دانشگاه نتیجه کار اینا بوده، همون جوری که ساختن جاده نتیجه کارش بوده، همون جوری که ساختن خیلی از زیرساخت‌های کشور نتیجه کارش بوده. دمش هم گرم. ولی این هم عقب ماندگی مردم، هم عدم کار فرهنگی کردن، عدم توجه کردن به این مسئله باعث شد که جامعه‌ای تحویل ایران بده، عکس یه نفر تو ماه ببینن، برن بالای یه چاه گریه کنن، کاغذ بنویسن بندازن تو چاه، پول بندازن توی صندوق، یه پنجم درآمد سالانه‌شون بدن به یه سری آدم، برن پول بدن که نماز و روزه بخرن، برن پول بدن. جامعه عقب افتاده، جامعه استبداد زده، نتیجه 45 سال حکومت پهلوی. به خاطر اینکه جلوی آزادی اندیشه رو گرفته، تک حزبی کرده کشور. پایه سوم دموکراسی، رکن سوم دموکراسی هم نقض کرده. چطور میتونن اینا در کنار هم قرار بگیرن وقتی که یکی ارکان دیگری رو نقض میکنه؟ حالا آدم تا کجا بره بگه آقا از نظر تئوری و از نظر عملی، از نظر تجربی ما اینا رو تست کردیم، ما کمونیسم رو دیدیم، حتما باید خودمونم تجربه بکنیم؟ یعنی یک بار باید شوروی بشیم بپاشیم تا بفهمیم کمونیسم یعنی چی؟ ما چین رو داریم میبینیم، ما کوبا رو دیدیم، ما کره شمالی رو میبینیم، ما آلمان شرقی رو دیدیم، ما خیلی از حکومت‌ها رو دیدیم و دو نوع اصلی حکومت هم تجربه کردیم، فقط دموکراسی رو تجربه نکردیم. خب بذارین تجربه کنیم. دموکراسی یک سیستم پویاست، بروز میشه، واقعا بروز میشه. باید ارکانش وجود داشته باشه تا رشد کنه. باید ابتدا سیستمی ساخت که پایه‌های دموکراسی در اون سیستم وجود داشته باشه و قانون یکی از چیزهاییه که باعث میشه این سیستم اساساً به وجود بیاد. باید قوانینی نوشت که ارکان دموکراسی درش بدون تغییر وجود داشته باشه و هر جایی که فاصله گرفته شد از این دموکراسی، از اون قوانینی که وضع شده برای اینکه مواظب با دموکراسی باشه، باید یه آلارمی وجود داشته باشه که بیدار بکنه. و یعنی دموکراسی هم میتونه به آنارشی تبدیل بشه. ولی باز آنارشی خیلی بهتر از دیکتاتوری و خیلی بهتر از اولیگارشی و انواع بد دیگه حکومت. عقل سالم میگه که ما اون چیزی رو که انسان تجربه کرده، انسان دیگری تجربه کرده، ما از رو دستش یاد بگیریم، تجربه اون رو بفهمیم. دیگه نیاز نیست بریم نوع حکومت‌های اون رو تجربه بکنیم، درد بکشیم، زجر بکشیم که دوباره بتونیم برش داریم یه انقلاب دیگه بکنیم که به آزادی برسیم. راه حلش هم آگاهیه. ندید بشین پای صحبت اینو، به این خودتون بخونید. دموکراسی رو توی گوگل سرچ بکنید، جستجو بکنید و همون صفحه ویکی‌پدیاشو بخونید. یه صفحه از 3 دقیقه 4 دقیقه بیشتر وقت نمیگیره. همون صفحه اول نشون میده که دموکراسی و پادشاهی با هم قابل جمع نیستن، به خاطر اینکه یکی دیگری رو نفی میکنه. به هر حال نظر شخصی منه، شما میتونید نظر خودتون رو داشته باشید، نظر شما مقابل احترامه. ولی واقعیت اینه که آدم باید مغز خودش رو، سطح آگاهی خودش هم بروز بکنه. وقتی حکومت‌هایی وجود داره
که داره نشون داده میشه که اون حکومت‌ها بهتر کار میکنن، خب ما بریم از الان به سمت اون حکومت‌ها. چرا یه مسیریو که رفتیم برگردیم دوباره بریم؟ آخه کی برمیگرده عقب؟ چطور میشه یه سری از آدم‌ها دوست داشته باشن که برگردن به عقب و دوباره شروع بکنن؟ حالا بریم یه دیکتاتوری بسازیم، یه پادشاهی بسازیم، بعد بریم جلوی پادشاه رو بگیریم که خب شما برید به پادشاه بگی آقای پادشاه شما باید کار بکنی. همین یه ساده ترین چیز، شما باید کار بکنی، بابت کارت هم حقوق بگیر، زندگی رو بچرخونی. خانواده سلطنتی و نمیدونم حقوق ثابت ماهانه به خاطر اینکه از خاندان ژن سلطنتی هستیم و از این چیزا نداریم. ببین قبول میکنی شاه بشه کسی؟ نه، اون کسی که میخواد مف بخوره مف بخوابه اون دوست داره شاه بشه. خودش هم که به دست نیورده، از جدش رسیده. الانم که خودش کاری نمیکنه، $150,000 $150,000 پول میگیره، خرج زندگی لاکچریش میکنه، بهترین خونه، بهترین زندگی، بدون اینکه یه روز کار بکنه. هر چند وقت یه بارم یه سری آدم میان برات دست میزنن. خب دوست داره دیگه، آدم دوست داره. بعضیام اینطوریه. ولی چرا ما باید دل بدیم به همچین اتفاقی؟ چرا ما باید از تجربه خودمون درس نگیریم؟ ما اصلا نیاز نیست خیلی باهوش باشیم از تجربه دیگران درس بگیریم. ما تجربه خودمون رو نگاه بکنیم بسه. خیلی هم دور نیست. 40 سال پیش، 50 سال پیش، 90 سال پیش. مخلص همه تا یه روز دیگه.